یک برنامه سبب شد و مادر گرفت در خانه را جو کرد. محمد جان تیجا و ادب تکی دروغگویی را بس میکنی، دیگه دروغ نمیگویی. اکا جانو دمنام تون جانم دیگه مرا گپای قبیح نگین. من دیگه محمد پیشینه نیستم. انشاءالله دیگه خیانت نمیکنم. ستاره زرین ما ضرور موچه، دخترات قریب ما غریب موچه. این برنامه را تماشا کردی؟ این حوزی کامنتر را که ها یا نه بگو تمام. این قچیست در کار ماده. سلام علیکم دوستای عزیز، مخلصای مهربان. برنامه محمد جان خطی شریل جان تماشا کردین. کلیپ هم تماشا کردین و عدد داده بودم که در 24 ساعت سرود قطعی کلیپش پیشنهاد میکنم. فکر میکنم تماشا کردین، کامنتاریاتون همش خواندم. به نهایت گپای خوب زدین. هزار رحمت برای دستگیریاتون. دوستای عزیزی، ما برای چی با برنامه کردیم؟ برنامه ما را تا آخر تماشا کنین، همش شما خوب میفهمین. برادرها، وقتی که برنامه برآمد یک مادر زنگ زد که محمد جان ما میگیرم در خانم جا میکنم. فکر میکنم مادر 50 ساله زیادتر هم باشه. محمد جان خلاصی گپ در خانهش جا کرد. کم تر شهر بیری نه، در ناحیه رودکیه بگیم نکی گلاونی جا کرد. هر کس هم جا کردن نمیتونه. دوستای عزیزی ما جا کردگی مقصدم چیه؟ شیردل محمد جان ای همین روز یک جویا سرود میخوانند. کدام ایده که یکم تویو شونده، یکم شب نشینا دارن که شیردل محمد جان در کار مراجعت کنن. مده روی میکنم خدمت میکنن. محمد جان مادر به نهایت حرمت احترام که به نهایت حرمت احترام که قریب ای مسکو آمده که 1.5 سال عذابا را کشیدی، در کوچه ها خواب کردی، در کجا خواب کردی نکردی. یک برنامه سبب شد و مادر گرفت در خانه را جو کرد. این با همو برنامه و همین کلیپ سبب شد که ما با دستگیری انای مخلصات تو شیردل یک جویا کردم و سروداتون تیز پیشکش مخلصا میگردانم. برادرها شما در کامنتر بنویسین که یک روز پسای، 2 روز پسای کی با دویم سرود چنبوره. ما کامنتر شما را دیده در همون روز و وقت ساعت سرود نوی محمد جان شیردل پیشنهاد شما میکنم. چی گفتنی برای مخلصا؟ همین قشنگ گفتنی ما کنه اینجا که اکا جانا و اپا جانای ما دیگه در کامنتاریا گپای قبیح ننویسونن. انشاءالله با در آینده در خدمت همه اکا جانا و اپا جانا و در خدمت هم وطن و ملت. فکر میکنم برادرای عزیز که سخنان محمد جان درک کردین. خیلی در برنامه کم هر کس هر چی نویس همه فکری خچا داره. همه کامنتارهای شما برای ما در کار بود. نه که وقتی که کلیپش برآمد بسیار کامنتارهای خوب نوشتین. ان شاءالله که در آینده بچه خوب میشه. خدمت میکنین ان شاءالله. خیلی همش خود دیدی. یک سرود میخونیم برای غریبا، بعداً صحبت دوام میدیم. ستاره زرین ما ضرور موچه، دخترات قریب ما غریب موچه. ستاره زرین ما ضرور موچه، دخترات قریب ما غریب موچه. دخترات قریب ما غریب موچه. هر یک نفسی غریبی تنگه چایه، هر آب که میخوریم تلخه چایه. از دوری تو هزار غم در دل ما، این قسمت ما هم تلخ و شوره چایه. از دوری تو هزار غم در دل ما، این قسمت ما هم تلخ و شوره چایه. ستاره زرین ما ضرور موچه، دخترات قریب ما غریب موچه. ستاره زرین ما ضرور موچه، دخترات قریب ما غریب موچه. دخترات قریب و ما غریب موچه. برادرای عزیز، مخلصای مهربان، آوازشان حاضرم خوبه. اگر خوب باشه حتما کامنتار کنین. باور کنین برادرای عزیز، وقتی که سرودشون یک جایه برآمد
фикр намекардам ки инқадар шумода писанд меояву инқадар комментарҳои хуб менависен. Якчанд санъаткоро навистанд, ма зангм задан дар як рӯз ки Наимҷон ҳарди амира як группа ки ягон номшонмон ки дига ҷидо нашаванду якҷоя хизмати ҳами ватану миллата кунанд. хеле хирсанд шидам. хулоси гап чанд кас гуфт ки ҳарди ҳами овозашон иш ба иш бисёр мувофиқай. агар ҳами гапҳои ҳамво дуруст боша бош шуморам гуфтаи гапҳо ягон чи комментария кунен. дӯстои азизи ма, мегзарем ба Шердил. Шердил чӣ гуфтаниё дорӣ? چی کار میکنین قطعی محمد جان؟ حرکت میکنین، سرودای نو ایجاد میکنین؟ کویا سخن به تو. اولا سلام علیکم به همه مخلصا و پرپیسچکا، اکاجانا و اپاجانا، مادرجانایی که ما را تماشا دارن. طول 5 سال زیادتر میشه که ما را دستگیری میکنن. به همشون میnnatداری خدمت میرسونم که نه پدرم کلیپ منعقد به نهایت دستگیری کردن. آینده با انشالله که پیشروی های پیشای فکر میکنم که شروع قبول میکنن مخلصای مهربان. همه شما خواهش میکنیم که پیش در کدام حالت بود محمد جان، در چه خیلی بود، همش یکس میمونیم و دستگیریش میکنیم که همین دادر ما در کوچه نمونه و بیکارگردی و با یکم راهی بد نروه. مقصد ما هم همین دوستای عزیزم که همین بیکارگردی و یکم دزد میشه و یکم راهزن میشه. خیلی صنعتکار شود. صنعتکار وقتی که آدم صنعتکار شد حتما تربیهش تربیه خوب میشه برادر عزیزی من. خیلی چی گفتنیم دیگه، همین خیلی که دستگیریشون کنین. آینده کلیپ و سرودای نو انتظار باشین. خداوند نگهبانتون باشه دوستای عزیزی من. کامنتارتون انتظارم که چند روز پس سرودی نوشون قطعی کلیپش برویا. خداوند همه شما را نگهبان باشه.